وقتی بدون عشق دلگیر زندگی، بی تو برای من، بی من برای تو میمیره زندگی. من عاشق تو هم، روزای خوب تو روزای با منه. سلام پر از محبت، مهر و یک جهانی صمیمیت. شنوندگان عزیز، شام رسید، شام فرا رسید. شام امیدوار هستم که با برکت باشد، شام مهر و محبت و عشقانه باشد. شام کوبه در خانه ما را دوستان عزیز، ساعت در مسکو 20:01 است. امروز 10 ژانویه سال 2020 است. شام غریبان است روی موج رادیوی مهاجر عزیزان. خب دوستان شنوندگان عزیز، برنامه شام غریبان را آغاز کردیم. نفرانی که از مهر و محبت و صداقت میخواهند سخن بگویند، برنامه مخصوصا بهر شماست. بهر شماست و تنها بهر شماست. عزیزان دل، در این برنامه، در این منبر از مهر، محبت و صمیمیت و یک جهان آرزوهای نکو و نیک سخن میگوییم. دوستان من، با دمیدن شام کمی هم استراحت هم میکنید و فکر میکنم بسیاری ها در استراحت هستند. صدای رادیو موجی رو بلند میکنید و شام غریبان را که نمون هم قدم شماست و نمون هم تپش دل شماست و هم صدای دل شماست، صدای رادیو موجی رو بلند میکنید و شام غریبان رو میشنوید. دوستان عزیز، به نهایت پزمان شما هستیم و هر لحظه و هر ساعت میخوام که شام غریبان رو پیش برم. هر ساعت و هر لحظه با شما مستقیما در جریان برنامه باشم. دوستان عزیز، شام است، شام مهر و محبت و جهان و صمیمیت. در آغاز چون همیشگی سرود پخش میکنیم و شام غریبان رو گشاده برنامه را پیش میبریم. دوستان من، فراموش نسازید ما را همراهی کنید. شام بهر شماست. شام بهر شماست. بگلیستان به ما نروی، بگلیستانه الان اشکنگه الان اشکنگه قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی، بگلیستان به ما نروی، بگلیستانه الان اشکنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی، بگلیستان به ما نروی، بگلیستان. خنده باشد جانه، دو ابرو چو کمان افکنده باشد جانه، ما قربانی دو چشمی سرمزه با جانه، وای دیلم بر قدی سر بنده باشد جانه، الان اشکنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی، بگلیستان به ما نروی، بگلیستان.
باشه جانه همان پیشینه با ناز میرفت جانه الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلای به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلای به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان. خب دوستان عزیز شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر عزیزان دل آغاز برنامه فرهنگی و فراغتی شام غریبان است دوستان شامی که پزمانش هستید شامی که پزمان هستید که بنشینید و صدای رادیو رو بلند کنید و شام غریبان رو گوش کنید. شام غریبان شامی است که دلها را به هم نزدیک میکند مهر و محبت و صمیمیت را باز هم زیاده میکرداند. عزیزان دل چون همیشگی در شام غریبان میخواهم تاریخ روز رو ورق بزنیم بنگریم در این روز چی گپ است تاریخ چی میگوید امروز چی میگوید عموما نظر میکنیم به تاریخ روز. عزیزان دل 10 ینور تجلیل کرده می شود در تاجیکستان روز کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان. خب در بین روز ودو این دینی معمولی بسیاری از کشورهای آفریقای غربی است. به این خاطر در بین روز ودو تجلیل کرده می شود. 10 ینور سال 2009 در مجلس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه حسابات فعالیت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی پایتخت بررسی گردیده است. 10 ینور سال 2018 در شهر دوشنبه جلسه های کمیسیه های بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به همکاری اقتصادی و تجارتی برگزار گردیده است. خب 9 سال پیش 10 ینور سال 2011 در وسایط اخبار عامه بیاننامه چین درباره آنکه میتواند برای تأسیس دادن بانک رشد سازمان همکاری شانگهای در حجم 8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری کند نشر شده است. خب 10 ینور سال 2017 در دوشنبه قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان مراسم سپاریدن جایزه ها به بهترین ورزشکاران سال 2016 برگزار گردیده است. در این روز سال 1966 بیاننامه تاشکند درباره به نظام درآوردن مناقشه سال 1965 در منطقه کشمیر به امضا رسیده است. 36 سال مقدم 10 ینور سال 1984 اولین مراتبه دوام 100 ساله میان ایالات متحده آمریکا و واتیکان مناسبت پررأی دیپلماتی برقرار شده است. 10 ینور سال 1994 در بریوسل برنامه پیمان شرطنامه اتلانتیک شمالی اوید به همکاری برای صلح قبول کرده شده است. در این روز سال 1946 در لندن اولین جلسه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد برگزار گردید. خب در این روز سال 1999 در رادیوی سپارتنبورگ این رادیوی کارولین جنوبی ایالات متحده آمریکا می باشد رکورد دوامناکی آزمون رادیویی گذاشته شد که دوام 30 ساعت پای در پای 3033 سوال داده شده است. بنیاد عجیب ده عزیزان. خب مهمترش همین که در همین روز سال 1946 در لندن اولین جلسه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد برگزار گردیده است. خب دوستان تأسیس یابی سازمان ملل متحد را ما میدانیم که سال 1945 است و اولین جلسه اسامبلهش 10 ینور سال 1946 در لندن برگزار گردیده است. این حال قرارگاه اساسی سازمان ملل متحد این در نیویورک می باشد عزیزان
و در یک دو شهر کلانترین دیگر نیز روسی از خاطرم برآمد قرارگاه های خود را دارد، لیکن قرار اساسیش در نیویورک ایالات متحده آمریکا می باشد. دوستان عزیز، خب مردم کوتاهی بودند از تاریخ تاجیکستان و جهان، از تاریخ روز را ورق زد و میگذاریم به قسم عشق و محبت و صمیمیت ها. دوستان عزیز، بیشتر و بیشتر از همین محبت و صمیمیت دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، شام است، شام غریبان است، شام مهر است، محبت است، صمیمیت است. دوستان من، در اینجا یک نفر با نام عزیزالله در ایما 4 مصرع شعر فرستاده است و درخواست کرده است از پروین یوسفی سرود گریه میکنم. از کارگردان خواهش میکنم سرود رو پیدا کردن گیرند. از پروین یوسفی از خزینه نگرید و سرود گریه میکنم. خب عزیزان، این نفر 4 مصرع شعری فرستاده است. عزیزم، در دل تو کیست بگو، جز من عاشق تو کیست بگو، هست بگو، نیست بگو، راست بگو، من در غم تو در غم کیستی بگو. عاشق شده است، زمانه است، مهر است، وفا است، محبت است. برای همین من میگم همیشه از مهر و محبت و وفا و صمیمیت سخن بگوید، چون که مهر، محبت، وفا و صمیمیت هست که ما با هم نزدیک هستیم. زندگی رنگ میگیرد، مجراش دیگر میشود. عموما طرز میگذرد زندگی که با همون شب فرازهایش احساسش هم نمیکنی. با عشق، با محبت همیشه شیرین تر است. خب با اشاره کارگردان سرود آماده است، پخش میکند. مرحمت میشنویم. یک جا پروین یوسفی را گریه میکنم میگوید. گریه میکنم به خدا، گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم، شبها با یادی روی تو من گریه میکنم، گریه میکنم به خدا، گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم، شبها با یادی روی تو من گریه میکنم. با گل چوبین گرم در چمن سروی ناز من، با گل چوبین گرم در چمن سروی ناز من، با یادی رنگ و بوی تو من گریه میکنم، با یادی رنگ و بوی تو من گریه میکنم، گریه میکنم.
خدا گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم از اون که دیدم زی غمت کرو گشتم از اون که دیدم زی غمت کرو گشتم هر سو در جستجوی تو من گریه میکنم هر سو در جستجوی تو من گریه میکنم گریه میکنم به خدا گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم گریه میکنم به خدا گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم شبها با یادی روی تو من گریه میکنم گریه میکنم خب عزیزان صحبت رو ادامه میدیم برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان رو شنیده ایستاده روی موج رادیوی موجر. عزیزان دل همچنین طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، одноклассники طریق نواره آنلاین ما رو تماشا کرده میتوانید. در اینجا 1790 SMS پیامک فرستاده است. در واتساپ نویسنده است که فرهناز جان ما امروز 2 ساله شدند، میخواهیم تبریکش کنید و از شادروان کرامت الله قربان یک سرود درخواست کرده است. از کرامت الله قربان گفته است یک سرود. حتما من از کارگردان خواهش میکنم سرود از کرامت الله قربان آماده سازند و بهر دوست رو یک شما فرهناز جان گفتنی هستم که همیشه خوشی های زندگی نصیبش باشد. هر آنچه که پدر و مادر عزیزش در دل دارند در فرزند عزیزشان ببینند. روزهای نیک رو، روزهای خرسندی رو همیشه بختیارش باشد، همیشه مظفریت و خوشحالی نصیبش باشد، همیشه در لبش تبسم باشد. فرهناز جان شما را گفتنی هستم که فرهناز رو که نمیخواهم سرت خم گشته باشد، نمیخواهم دلت غم گشته باشد، فقط خواهم در این دنیای روشن دلت شاد و لبت پرخنده باشد. فرهناز جان دوست رو یک رو بر روز زاد روزش 2 سالگی قدم مانده است. تبریک میگویم. خدا کند که روزهای نیکی رو در پیش داشته باشد. سرود آماده است، پخش میکنیم. کرامت الله قربان میسراید یک جا لعل لبانی من بیا میگوید. خب دوستان عزیز یک لحظه اینجا کمی تأخیر شده است، کمی خطاگی تکنیکی است، سرود را قبول نمی کنند. یک لحظه من خواهش میکردم یک سرود دیگر آماده کنند از کرامت الله قربان. دوستان عزیز خب صحبت را ادامه میدیم. کمی نفرانی که میخواهند همراه ما در تماس شوند، تلفن های ما در استودیو فعال هستند. عزیزان دل میتوانید که زنگ بزنید، مستقیما همراه ما در تماس باشید. عزیزان دل سرود از کرامت الله قربان را یک جا میشنویم. هستی یاری ما
خب دوستان عزیز، سرود رو در اجرای کرامت الله قربان شد، روان کرامت الله قربان شنیدید. اینجا میرالی نویسنده است در این که یک سرود از محمد رفیع کرامت الله شود ساز می شود گفته است. سرود از کرامت الله از محمد رفیع کرامت الله حتما آماده میکنیم عزیزان، پخش میکنیم. چرا سرودهای درخواستی هستند، برای استراحت و فراغت شما هستند. دوستان عزیز، ساعت در مسکو 20:27 است، 10 ینوری سال 2020 است. من گفتنی هستم که عزیزان دل همیشه با یاد دوستان و نزدیکان باشید، همیشه در تماس باشید، همیشه دوستشان بدارید، همیشه درود و پیام و پیغامشان بفرستید. عاشق منم و تو دوستدار دیگره، گلچین منم و تو نوبهار دیگره. ای جان تو طلای منی. یک لحظه کتر مصرعش رو نادرست نه. ای جان تو طلای منی، من چی کنم که در بر من نیستی و با دیگری گفته است. مصرعهای شعری رو همین میرالی روان کرده است در اما. خب عزیزان، از آن که ما رو میشنوید همراهی میکنید، خب موادی که میفرستید حتما ما پخش خواهیم کرد. طبع شما نیز خوش شد، طبع ما نیز خوش میشود عزیزان. سرودهای درخواستی هستند میخوام پخش کنم. محمد رفیع کرامت الله میسراید عزیزان. سرودی است که بسیار شوخ است، دلنشین است. سرودی است که مخلصان خود را دارد. سرودی است که شادروان کرامت الله قربان سراییده بودند و با دل صدها هزاران نفران آدم جا گرفته بود. یک جا میشنویم. نیسا جان گلکی من وای نیسا جان گل سرخ و سفید بلکی من نیسا وای گلکی من نیسا جان گلکی من وای نیسا جان گل سرخ و سفید مقبولکی من نیسا وای گلکی من نیسا وای گلکی من خدا جان عاشقی زارم تو کردی وای نیسا جان درخت گل بودم خورم تو کردی نیسا وای گلکی من درخت گل بودم در سایه بی وای نیسا جان چرا به دل گریخت کارم تو کردی نیسا وای گلکی من نیسا وای گلکی من نیسا جان گلکی من وای نیسا جان گل سرخ و سفید مقبولکی من نیسا وای گلکی من نیسا وای گلکی من چشمانت نظر میدوزم از نه تو رو میبینم و میسوزم از نه تو رو میبینم و میسوزم از نه که تو بیش خورا ازم کشاده وای نیسا جان
سبق از عشق می آموزم ازم نیسا وای گلکی من نیسا جان گلکی من گلکی من وای نیسا جان گل سرخ و سفید مقبولکی من نیسا وای گلکی من نیسا وای گلکی من نیسا وای گلکی من نیسا جان گلکی من. سلامت باشید، زنده باشید. رحمت بارید از کلیتان، رحمت باری آمدنتان و مدام که گرد درباره وطن می رود، درباره آبادی وطن می رود. امروز همه ما و شما باید شکر از وطن آباد کنیم. وطن ما آباد است که امروز ما در اینجا نشستیم. من سرودخوانی میکنم، شما رقص بازی میکند. این از صلح و وحدت. خب دوستان ارجمند، ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است. شام از پر از مهر، محبت، صمیمیت و یک جهان تمنیات‌های نیک. دوستان من، نفران زیاد روز دارند. امروز هر یک صاحب جشن رو من مبارکباد میگویم. همیشه موفق باشند، سربلند باشند، خوشی زندگی نصیبشون باشد. از اونی که ما رو میشنوید همراهی میکنید، من جهانی سپاس به شما میگم و شام هر یک شما رو تمنای اون رو دارم که شام مهر و صداقت باشد. شام باشد که در جمع عائله نشسته باشید و استراحت کنید. ما در کار، شما استراحت کنید. به ملال عزیزان. خب این حال در مسکو ساعت 20:33 است. امروز 10 ینور سال 2020 است. عزیزان دل، خب اگر نامه درخواست پیشنهادی داشته باشید، تلفن ما در استودیو فعال هستند. 8965 151 014 8967 111 5646. عزیزان دل، در اینجا چون همیشگی نامه ها اومده ایستادند، شنوندگان دائمی هستند، شنوندگانی هستند که با برنامه ما پیوستند. نفرانی رو میبینم که اینجا علاقه پیوست کردیده ایستادند. من درود و سلام خود را به هر یک نفرانی که ما رو شنیده ایستادند میرسانم. عزیزان، از آن که ما رو میشنوید، ما بار دیگر جهانی سپاس میگویم. خب یک نفر اسمش با حرف د اشاره شده است. در ایمو نویسنده است: سلام علیکم، شب بخیر دوستان. گفته است علیکم سلام، شب شما نیز بخیر باشد. تشکر. خب عزیزان دل، سرودهای درخواستی هست، میخوام یک نظر کنم. خب تمنا بونو در ایمو گفته است از شبنم سرایا یگان سرود پخش کنید که برقصیم گفته است. خب این نفر هوای رقصیدن داشته است. خب از شبنم سرایا یک سرود پخش میکنم. من
دوستان عزیز، سرود درخواستی بود از شبنم سریا پخش کردیم. تمنا بانو در ایمان نویسنده بودند که یک سرود از شبنم سریا پخش کنید که برقصیم گفته بودند. عزیزان دل، خب در اینجا نامه درخواستی دیگر هست. یک نفر در وایبر نویسنده است 1040. یک لحظه من نامه اش رو خب 1040 نویسنده است که از جانب مرادوف اگر بملال باشد اوکو جان یک سرود مانیتان گفته است. حتما از جانب مرادوف یک سرود پخش میکنیم عزیزان. چرا سرود هر درخواستی که از جانب شما میشود حتما من برآورده میسازم دوستان. تا جایی که امکان دارم کوشش میکنم که حتما سرودی درخواستی شما پخش کرده دوستان من. خب در اینجا سرود رو در اجرای جانب مرادوف و اولغبک رحمتلوف جستجو کردند، پیدا کردند. خب می‌نگریم با فیسبوک. دوستان دیگری ما در فیسبوک چی نوشتند؟ جمال استموف یک شنونده دائمی ما نویسنده است. شماتون بخیر سامان جان و شنوندگان عزیز. عزیزان دل، از آنی که اسم مرا میگیرید باور کنید یک در حیرت میمونم، شدم میشوم. خب به هر حال مهنت مرا که قدر میکنید، میشنوید، گوش میکنید، من جهانی سپاس میگم. شما در خانه براحت استراحت کنید دوستان من در کار نشسته با شما در علاقه میشوم. خب علیشیر شدیف نویسنده است سلام رادیو موجیر و شنوندگان دائمی گفته است. علیکم سلام، خسته نباشید. شامی پر از مهر محبت، یک شامی عاشقانه رو به شما تمنا دارم. علیشیر شدیف اگر صدای من رو میشنوی. با جمال استموف نیز تشکر میگم که به ما درود و پیام فرستادند. عزیزان دل، خب 1040 سرودی جانب مرادوف رو درخواست کرد. کارگردان عزیزی ما اگر آماده باشند سرود رو پخش میکنیم. خب نظارتش بر عهده کارگردان. دوستان من سرود رو پخش میکنیم، یک جا میشنویم جانب مرادوف و اولغبک رحمت الله میسرایند. یادت کنم هر شب و روزم امید
خب دوستان عزیز من اینجا سرودهای درخواستی بودند و طول نزدیک 1 ساعت شده ایستاده است که من همراه شما هستم عزیزان. خب دوستان من در اینجا فرزانه نازنین اسمش هم اینگونه نوشته شده است. در ایمو گفته است که سرود ترالالala همین گونه نویسنده است. ترالالala سرود شبنم سرایا یلدوز عثمان و ترالالala را بیمست. خب این سرود رو من فهمیدم کدام سرود رو در نظر دارند. کارگردان زیمونیس خیلی خندیدند از این. خب خواندن از درست انسان رو تبابت میکند. از ما نرنجید عزیزان، در این پخش مستقیم هر چی شدنش ممکن است، هر کار واقعی شدنش ممکن است. دوستان من بعضا نفرانی که همین گونه می نویسند که از خواندنش حتی در حیرت هم میمونی و بعدا میخندی. این گونه حالت ها بسیار شدند دوستان. راستی که سرود درخواست کرده رو ما نلکه فهمیدیم، کارگردانش فهمید تا به حال خندیده ایستاده است و خواهش میکنم اگر آماده باشد سرود رو پخش کنیم، بسیار منتظر نکنیم شنونده عزیز رو. تمنا نازنین اسمش هم این گونه نوشته شده است در ایمو. خب تمنا نازنین اگر صدای ما رو میشنوی خواهش میکنم از ما ملالی نشو. خب چنان گفتیم از شما یک نیکی که ما خندیدیم همین گونه حساب میکنیم ما. دوستان عزیز سرود شبنم سرایا و یلدوز عثمان و دویت خونده اونها آماده است، پخش میکنیم براتون. یک جا بشنوید سرود رو تمنا نازنین در ایما درخواست کرده است. اسمش هم این گونه تمنا نازنین. Çöktü yaman, gözyaş döktüm yaman, seni sağındım canım aman yaman. Demem yine derler, köp göresen hele, vafadarım ben seni öfle. Söze alamam, rancu setamam, game ki mannadı da anlamam. Men ise can helak, ölüp kalsam gerek. Teralle telle telle desem, teralle telle telle bama, teralle telle telle debes, tarihimiz kuylesin hafız. شام با فراغت داشته باشید، شام پر از مهر.
تمنیات دارم به شما عزیزان دل. خب در اینجا نامه های دیگر هست. وقت جدا شده با برنامه نیز 9 دقیقه دیگر مونده است عزیزان. من کوشش میکنم زود نامه را خونم و سرودهای درخواستی را زود پخش کنم. خب سید محمد بهاودینوف گفته است سلام علیکم، یک شعر مادر مانید گفته است حتما میمونیم. علیشیر سنگوف نویسنده است سلام علیکم. علیکم سلام، سلامت باشید شنوندگان عزیز. خب الیک یتیمویچ نویسنده است سلام علیکم. امکی تغا گفته است شبتان بخیر، سرود نو در سال نوی سرایدگی امان رو بحر ما پیشکش میکردید. خیرالدین شریف گفته است. خب عزیزان، نفر دیگر به نام بنده الله اسمش هم این گونه اشاره شده است در یوتیوب نویسنده سلام برادر، سرود ضیاءالدین نورزاد به بحر ما مانید گفته است. خب دوستان عزیز، من نمایش رو فهمیدم، خواندم. در اینجا یک سرود از خیرالدین شریف پخش میکنیم، یک سرود دیگر از ضیاءالدین نورزاد. دوستان من سرود رو میشنویم از خیرالدین شریف. کی ها زی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد شکر حالا چشیدم. کی ها زی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد شکر حالا چشیدم. صد نامه فرستادم و با یار و سواران، صد نامه فرستادم و با یار و سواران. هرچند ندیدم و جمالش نرسیدم، کی هاسی دلدار دو زلفش نشمیدم. سوی منی سیاد شد سیدیرم میده، در دام بیفتاد و کمندش ندریدم. سوی منی سیاد شد سیدیرم میده، در دام بیفتاد و کمندش ندریدم. دانیست دیلم شکتایی چهرگی تابان، بینه جمالی خوش و زبان نخریدم. کی ها زی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد شکر حالا چشیدم. کی ها زی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد شکر حالا چشیدم. مجنونی رو خش گشتم و سرگشته ای صحرا، در بادیه به حال بس سویش ندویدم. مجنونی رو خش گشتم و سرگشته ای صحرا، در بادیه به حال بس سویش ندویدم. خوش دید قد و حال بیال نظامی، چون رفت برش دست به پهلو نکشیدم. کی هاسی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد و شکر حالا چشیدم. کی هاسی دلدار دو زلفش نشمیدم، از لعل لبش شهد و شکر حالا چشیدم. صد نامه فرستادم و با یار و سواران، صد نامه فرستادم و با یار و سواران. هرچند ندیدم و جمالش نرسیدم، کی هاست دلدار دو زلفش نشمیدم.
خب دوستان عزیز، فرصتی که جدا گردیده بود برای برنامه شام غریبان به انجام رسید. در خاطر گیرید عزیزان، برنامه شام غریبان روزه از روز دوشنبه تا جمعه ساعت 20:00 به وقت مسکو شروع می‌گردد. دوستان من، جهان سپاس از آن که ما را همراهی کردید، شنیدید. تشکر زیاد. شب خوش داشته باشید. شب عاشقانه باشد، شب مهر باشد، وفا باشد، صمیمیت باشد. شب باشد که شب خاطره ها باشد. دوستان من، وقتی جدا شده به برنامه به انجام رسیده است. من از هر یک شما جهانی سپاس میگویم. تشکر و همیشه با صدای رادیوی موجیر بمانید عزیزان. برنامه های دیگر ما ادامه دارند. سرود را در آخر از ضیاءالدین نورزاد میشنوید دوستان من و برنامه به انجام میرسد. تشکر از شما که ما را شنیدید و همراهی کردید. ببرم بلات گیرم نرگیز، تا زیر لبم لبات گیرم نرگیز. مدهوشی بهاری حسن گردم چون دستی پوری نات گیرم نرگیز. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز. مشگاه سیاه مکن تو خورم، بگذار که خاری پات گیرم. مشگاه سیاه مکن تو خورم، بگذار که خاری پات گیرم. لب روی لبه چو تشنمانم، سر بر غیبوسه ها تگیرم. لب روی لبه چو تشنمانم، سر بر غیبوسه ها تگیرم. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز. باری همه غصه هات بردی، من باری همه داد گیرم. باری همه غصه هات بردی، من باری همه داد گیرم. در یاد بیمون برای عمره، گل خنده لب نمات گیرم. در یاد بیمون برای عمره، گل خنده لب نمات بگیرم. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز. نرگیز نرگیز عزیزی دلمی نرگیز.